هفته گذشته شرکت گوگل در کنفرانس I/O خودش چند تا پلتفرم، مدل جدید و ابزارهایی رو در حوزه AI معرفی کرد. یکی از جذاب‌ترین ابزارهایی که معرفی کرد مدل جدید ویدیو جنریشن هست به نام VO3 که یک مشخصه بارز و جذابی که داره اینه که شما فقط کافی سابجکت رو براش مشخص کنید، خودش کاراکتر رو براتون دیزاین میکنه، دیالوگ رو آماده میکنه و حتی صداگذاری و در واقع وایس جنریشن هم خودش انجام میده. خیلی دقیق این کار رو میکنه، یعنی حتی اگر انسانی در حال راه رفتن باشه یا صدای محیط اونجا وجود داشته باشه، تمام اونها رو برای شما جنریت میکنه و در ویدیوی شما قرار میده. اما یک نکته جالب دیگه که وجود داشت در حاشیه در واقع کنفرانس، مدل جدید جما به نام جما 3N منتشر شد که بسیار مدل در واقع لایتی هست، به معنای اینکه بسیار سبکه و حتی شما میتونید به وسیله ابزارهایی که خود گوگل معرفی کرده و اپلیکیشن هایی که میتونید به صورت اوپن سورس روی سیستمتون داشته باشید، این مدل رو روی گوشیتون هم در واقع ران کنید به صورت لوکال بدون نیاز به در واقع هیچ پلتفرم آنلاین یا بستری که بخواید روی اون مدل رو در واقع فراخوانی بکنید. بنابراین مدل بسیار سبکه که با پردازنده یک گوشی هم شما میتونید اون رو ران کنید. این ایده رو به ما میده که شاید بتونیم از این مدل‌های کوچیک و مدل‌هایی که کوچیک هستن ولی با در واقع پرسیژن همون مدل‌های با پارامترهای بسیار زیاد و بسیار سنگین میتونن به ما در واقع رسپاند بدن. شاید این ایده جالب باشه که به این فکر کنیم که چه ابزارهایی هستن که ما احتمالاً میتونیم روی اونها با قرار دادن یک تراشه یا یک پردازنده، حتی پردازنده گرافیکی هم نیاز نیست بهش فکر بکنید، یک مدل خیلی خوبی که 140 تا زبان هم بهش ترین شده، یعنی زبان فارسی رو هم خیلی خوب واقعا ساپورت میکنه و ما این مدل زبانی و این در واقع AI رو بتونیم روی اونها سوار بکنیم و ازشون انتظار داشته باشیم که برای ما یک سری کارهایی رو به صورت هوشمند انجام بدن بدون نیاز به حضور انسان.